أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. امام نووی در کتاب ریاض الصالحین باب نو را می‌آورد، میگوید باب فضل البکاء من خشیت الله تعالی و شوقا الیه. باب در مسئله فضل بکا، فضیلت گریه کردن از خشیت الله تعالی، یعنی از ترس الله تبارک و تعالی، و شوقا الیه، و شوق به الله تبارک و تعالی، یعنی که انسان محبت و شوق و رغبتی که به الله تبارک و تعالی دارد، وقتی که نام الله ذکر الله را میکند میگرید، یا یک انسانی است که از ترس الله گریه میکند، این چی فضیلت دارد؟ این گریه کردن یا چی از مهر و محبت زیاد باشد، چی از ترس باشد، این چی فضیلت دارد؟ امام نووی رحمه الله در کتاب ریاض الصالحین در این مسئله اکنون برامون دلیل تقدیم و پیشکش میکند. میگوید که قال الله تعالی، گفت الله سبحانه و تعالی، و یخرون للاذقان یبکون و یزیدهم خشوعا. سوره اسراء الله تبارک و تعالی میگوید و یخرون للاذقان، و یخرون یعنی که می افتند. خر یخرو به معنای در زمین افتیدن، و یخرون یعنی در زمین می افتند، للاذقان یعنی به رویهایشان، در زمین می افتند بر رویهایشان، یبکون گریه میکنند، در حال گریه کردن، گریه کنان به زمین بر رویهایشان می غلطند، یعنی سجده میمانند، سجده میکنند. و یزیدهم خشوعا، و زیاد میکند قرآن، یزیدو فاعل یزیدو قرآن هست، یعنی زیاد میکند قرآن، می افزاید قرآن بر آنها، یعنی بر اهل ایمان، اون کسانی که با گریه سجده میروند، با گریه سجده میکنند، با گریه الله را یاد میکنند، زیاد چون میکند، می افزاید. چی ده می افزاید؟ خشوعا، خشوع شونده، خشوع شونده زیادتر میکند، ترسون زیادتر میشود و تقواشون زیادتر میشود. و این چی زیاد میکند؟ قرآن. یعنی که و یزیدو زیاد میکند. کی زیاد میکند؟ قرآن. یعنی خواندن قرآن، فهمیدن قرآن، دانستن قرآن، این فواید رو با خودش دارد. خب این یکم آیت درباره فضل بکا. و دویم آیت میگوید و قال تعالی، و گفت الله سبحانه و تعالی که افمن هذا الحدیث تعجبون، آیا از این سخن، یعنی از قرآن، از این سخن یعنی از قرآن، آیا از این قرآن تعجبون، شما تعجب میکنید، یعنی حیرت میشوید، و تضحکون ولا تبکون، و شما تضحکون میخندین، و تضحکون و شما میخندین، یعنی خنده استهزا میکنید، خنده تمسخر میکنید، ولا تبکون و گریه نمیکنید، ولا تبکون و گریه نمیکنید. یعنی معلوم شد که گریه کردن فضیلت داشته است، یا گریه کردن از خشوع اجر و پاداش داشته است که الله سبحانه و تعالی اونها را میگه شما خنده تمسخر دارید، و اما گریه که عبادت است، گریه که اجر و پاداش دارد، اما شما این کار را نمیکنید. این دویم آیت درباره گریه سوره نجم. اکنون بعد از این دو آیت امام نووی رحمه الله حدیث ها را در این مسئله، در این باب برای ما شما تقدیم میکند. حدیث 446. در حدیث 446 میگوید و عن ابن مسعود رضی الله عنه قال، از ابن مسعود رضی الله عنه روایت است که گفت قال لی النبی صلی الله علیه و سلم، گفت برای من پیغمبر صلی الله علیه و سلم. ابن مسعود، عبدالله ابن مسعود میگوید که پیغمبر صلی الله علیه و سلم برام گفت که اقرأ علی القرآن، اقرأ علی القرآن یعنی بخوان برای من قرآن را، علی برای من، بخوان برای من قرآن را. قلتو، عبدالله ابن مسعود میگوید گفتم که یا رسول الله، ای رسول الله، اقرأ علیک و علیک انزل، بخوانم برای تو
و در حالی که برای تو نازل شده است. یعنی قرآن برای خودت نازل شده است، باز من برای تو بخونم ای رسول الله؟ قال، پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت که اینی احب ان اسمعه من غیری، گفت هر آینه من دوست می‌دارم که بشنوم قرآن رو از غیر خودم، یعنی از دیگر کس قرآن رو بشنوم، این رو گو من دوست می‌دارم. فقرأت علیه سوره النساء، پس عبدالله ابن مسعود میگوید که خواندم برای پیغمبر صلی الله علیه و سلم، میگه سوره نساء را برای پیغمبر خواندم. حتی جئت الی هذه الآیه، تا اینکه رسیدم میگه به این آیت در رسیدم، آیت 41 سوره نساء که فکیف اذا جئنا من كل امة بشهید و جئنا بك على هؤلاء شهیدا. به این آیت میگه رسیدم، یعنی ترجمه آیت که فکیف اذا جئنا من كل امة بشهید، فکیف یعنی که پس چگونه می شود، چگونه خواهد بود. اذا جئنا من كل امة بشهید، اذا یعنی آن هنگامی که آن زمان، آن وقتی که روز قیامت، جئنا من كل امة یعنی که بیاریم ما از هر یک امت شهید را، بی شهیدین بیره ترجمه نمیکنیم، برای خاطر جئنا را بیاریم ترجمه میکنیم، آمدیم نه و بیاریم، به خاطر اینکه بعدش بی شهیدین آمده است بیره ترجمه نمیکنیم. جئنا من كل امت بشهید یعنی بیاریم ما از هر یک امت گواه را، گواه از هر یک امت بیاریم. و جئنا بک علی هؤلاء شهیدا، و بیاریم تو را ای پیغمبر صلی الله علیه و سلم بر همه اونها شهیدی، گواهی و همه اونها تو باشی ای پیغمبر صلی الله علیه و سلم. پس چگونه می شود، چی خواهد بود در آن هنگام؟ وقتی میگه پیغمبر صلی الله علیه و سلم این سخن رو شنید، یعنی خطاب به رسول الله، وقتی این سخن رو که شنید، قال، عبدالله ابن مسعود میگه که پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت که حسبک الان، حسبک الان یعنی کافی است، حالا حاضرش ده کافی است، یعنی بس است، کافی است. فالتفت الیه، عبدالله ابن مسعود میگه فالتفت الیه، نگاه کردم به سوی پیغمبر صلی الله علیه و سلم، یعنی روم گردوندم به طرف رسول الله صلی الله علیه و سلم. فاذا عیناه تذرفان، پس ناگهان دیدم میگه که هر دو چشمان رسول الله صلی الله علیه و سلم اشک میریزاند، تذرفان اشک میریزاند، یعنی اشک از چشمان رسول الله جاری شده که اصفت رسول الله را دیدم. خب این حدیث چه؟ حدیث متفق علیه. ببین که رسول الله صلی الله علیه و سلم این آیات رو خوان، این چرا در اینجا گریه کرد، یعنی گریه کردن هم عبادت است یا اجر و ثواب داره اگر از ترس الله، از محبت الله باشد. متفق علیه. خب بعد از این حدیث 447 و عن انس رضی الله عنه قال، از انس رضی الله عنه روایت است که گفت خطب رسول الله صلی الله علیه و سلم خطبتن، سخن گفت رسول الله صلی الله علیه و سلم، میگه سخن گفتنیه، ما سمعت مثلها قط، یعنی نشنیدم مثل سخن گفتن رسول الله، میگه هیچ زمانه قط، هیچ وقت نشنیدم، یعنی که چنان سخنوری کرد که یکم بار شنیدم. فقال، پس میگه پیغمبر صلی الله علیه و سلم بعد از سخنوری در آخر و در بین سخنرانیش گفت که لو تعلمون ما اعلم، یعنی اگر که شما بدونید آن چیزی را که من میدانم، اگر که شما بدونید آن چیزی را که من میدانم، لضحکتم قلیلا، حتما شما میخندیدید کم، لضحکتم قلیلا یعنی شما کم میخندیدید، ولبکیتم کثیرا. بله صداقت شده، اما بله خلاص انشاءالله زبس رفته سیخه. ولضحکتم قلیلا یعنی حتما شما گریه میکردید کم، و ولبکیتم کثیرا میخندیدید کم، و ولبکیتم کثیرا گریه میکردید بسیار. یعنی لو تعلمون، اگر که شما میدونستید اون چیزی من میدونستم، حتما شما کم میخندیدید، بسیار گریه میکردید. قال، انس رضی الله عنه میگوید که فغطى اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم وجوههم،
پس پوشانید میگه اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم رویهایشان را، اصحاب رسول الله رویهایشان را پوشاندند و ولهم خنین، و اونها خنین داشتند. خنین گریه پست یا گریه به آواز. متفق علیه، حدیث متفق علیه است. و سبق بیانه فی باب الخوف، و گذشتگی است بیان این حدیث در باب خوف. در باب خوف میگه این حدیث رو گرفته بودیم. خب بعد از این حدیث 448 و عن ابی هریره رضی الله عنه قال، از ابو هریره رضی الله عنه روایت است که گفت قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت که لا یلج النار رجل بکى من خشیت الله، یعنی که لا یلج داخل دوزخ نمی شود، وارد دوزخ نمی شود، رجل مردی که بکى من خشیت الله، گریه کرده است از ترس الله. هر مردی که از ترس الله گریه کرده است میگه اون داخل دوزخ نمی شود. حتی یعود اللبن فی الضرع، تا زمانی که بازگردد شیر به پیستان. فی الضرع یعنی به پیستان. تا زمانی که شیر به پیستان بر نگردد، انسانی که از ترس الله گریه کرده است اون داخل دوزخ نمی شود. یعنی چی؟ یعنی داخل دوزخ نمی شود، یعنی شیر دیگر به پیستان باز نمی گردد. یعنی کسی که از ترس الله گریه می کند این کس داخل دوزخ نمی شود. ولا یجتمع غبار فی سبیل الله و دخان جهنم، پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگوید جمع نمی شود غباری که در راه الله برآمدگی است، غباری که در راه الله برآمدگی است، و دخان جهنم و دود دوزخ. دخان یعنی دود جهنم، دود دوزخ، اینها هر جمع نمی شود. یعنی چی؟ یعنی که غباری که در راه الله داده شده است، یعنی اگه انسان در راه الله میخیزد بگیم جهاد میکند، این غبار، این چنگی که در حالت جنگ، در حالت کشمکش، در حالت بزن و بگیر که به وجود می آید در بین اون چنگ جنگ شده است، این با دوزخ هر دوش یک جا، با دود دوزخ هر دوش یک جا جمع نمی شود. یعنی کسی که جهاد کرده است. رواه ترمذی و قال حدیث حسن صحیح، این حدیث را امام ترمذی روایت کرده و گفته است که حدیث حسن و صحیح است. این بود حدیث 448. بعد از این حدیث 449 و عنه قال، و از وی روایت است که گفت، یعنی از ابو هریره رضی الله عنه، قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت که سبعه یظلهم الله فی ظله یوم لا ظل الا ظله، 7 طایفه که سایه میدهد الله سبحانه و تعالی ویها را در فی ظله، یعنی در زیر سایه‌اش، یوم لا ظل الا ظله، روزی که نیست سایه مگر سایه‌اش. یعنی در آن روز الله سبحانه و تعالی این 7 طایفه مردم را، این 7 طایفه یا این 7 صنف و گروه مردم را الله در زیر اون سایه جا می‌کرد. اینها کی هستند؟ یکم امام عادل، امام عادل، فرمانده و رئیس عادل باشد، در زیر سایه عرش است در روز قیامت. یک تا. دوم کی است؟ و شاب نشأ فی عبادت الله تعالی، جوانی که رشد یافتگی است در عبادت الله تبارک و تعالی، به وایه رسیدگی است، رشد یافتگی است، یعنی مشغول و همه وقت در فکر عبادت الله تبارک و تعالی هست. این جوان هم همچنین در روز قیامت در زیر سایه عرش است. این دوم. سوم کی است؟ و رجل قلبه معلق بالمساجد، و سوم مردی که دل بسته است، قلبه معلقون، دل بستگی است به مسجد، یعنی که محبت به رفتن مسجد، خواندن نماز در مسجد، همیشه هوش و خیالش به طرف مسجد است که کی وقت اذان شود و کی وقت نماز شود و رفتن نماز شب بخواند. این سوم آدم، مردی که دل بسته است به مسجد. و چهارم و رجلان تحابا فی الله اجتمع علیه و تفرق علیه، و دو مردی که، یعنی دو مسلمان، چی مرد باشه چی زن، و دو مسلمانی که تحابا فی الله، دوستی کردن در راه الله، به خاطر الله دوستی کردن، اجتماع علیه، جمع شدن به خاطر الله، یعنی یکدیگر با یکدیگر
جمع شدن به خاطر الله. و تفرقا علیه، و از یکدیگر جدا شدن به خاطر الله تبارک و تعالی. خب این چهارم آدم. پنجم کی است؟ و رجل دعته امرأة ذات منصب و جمال، و مردی که دعوت کرده است، خواسته است اون مرد را زنی صاحب منصب و صاحب جمال، یک زنی صاحب منصب یا زنی رئیسه و بگیم زنی دارنده و جمال، و همچنین با بالای منصب داری و وظیفه داریش باز جمال هم دارد. همین طور زن دعوتش کند، یعنی به چی دعوتش کند؟ به زنا کردن، به کار حرام. فقال، پس این مرد در جواب اون زن بگوید که اینی اخاف الله، من از الله میترسم. اینی اخاف الله، یعنی فقط به خاطر الله بگوید که من از الله میترسم. همین گپ، همین ترسش سبب می شود که این انسان در روز قیامت در زیر سایه عرش می باشد. این پنجم بود. ششمش و رجل تصدق بصدقه فاخفاها حتی لا تعلم شماله ما تنفق یمینه. میگه و رجل، و مرد ششم از این طایفه مردی است که تصدق، و رجل یعنی مردی که یک مسلمانی، چی مرد باشه چی زن، زیرا که هر کدومی که این صفت رو داشته باشه داخل می شود. یک مسلمان تصدق بصدقه، صدقه کرد به صدقه، یعنی صدقه داد، صدقه دادنیه. فاخفاها، پس صدقهش رو خفیه کرد، صدقهش رو پنهانی کرد. حتی لا تعلم شماله ما تنفق یمینه، تا اینکه نداند دست چپش آنچه را که انفاق کرده است دست راستش، آنچه را که داده است دست راستش. یعنی چی؟ یعنی که از ریا و از اینها دور باشد. این انسان هم در روز قیامت در زیر سایه عرش است. این ششم. آخرین و هفتمش و رجل ذکر الله خالیا ففاضت عیناه، و مسلمانه، رجل مسلمانه چه مرد چه زن باشد، مسلمانه که ذکر الله خالیا، به یاد آورد الله تبارک و تعالی را خالیا، یعنی در جای تنهایی، تنها الله سبحانه و تعالی را به یاد آورد. ففاضت عیناه، پس جاری شد از دو چشمانش اشک، از چشمانش اشک راضی شد. این مردم در روز قیامت در زیر سایه عرش می باشد. این هفت طایفه مردم. حدیث میگه حدیث متفق علیه است، حدیث متفق علیه. بعد از این حدیث 450 و عن عبدالله ابن الشخیر رضی الله عنه قال، از عبدالله ابن شخیر رضی الله عنه روایت است که گفت اتیت رسول الله صلی الله علیه و سلم و هو یصلی، یعنی آمدم نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم و رسول الله صلی الله علیه و سلم نماز میگذاشتن، و هو یصلی، و در حالی که رسول الله نماز میخواندن. ولجوفه ازیر کازیر المرجل من البکاء، ولجوفه یعنی در سینه پیغمبر صلی الله علیه و سلم ازیر بود، ازیر یعنی صدا، آواز بود که ازیر المرجل، به مثل آواز مرجل. مرجل یعنی چی؟ مرجل جوشی، دیگی که در حالت جوشیدن است، آواز جوشیدن دیگ، انامورا مرجل می. اصلا مرجل یعنی دیگی که در اون یگون چیز می جوشانن، فهمو؟ مرجل دیگی که در اون آب می جوشانن و چیز را می جوشانن. میگه به مثل آواز دیگی می جوشیدگی هست، من البکای، از گریه. یعنی چی؟ یعنی رسول الله صلی الله علیه و سلم در سینه اش میگه گریه شیشتگی بود. ما شما بگیم در اسلام میگیم که حکاک زده گریه میکرد، یعنی که بسیار گریه که بکند بعد به حکاک زده گریه کردن میرسد. که انا منطقه یعنی که رسول الله بگیم از تحت دل گریه میکرد وقتی که عبدالله ابن شخیر دیدش. خب حدیث صحیح، حدیث صحیح است. رواه ابو داود و ترمذی فی شمائل باسناد صحیح، روایت کرده است ابو داود و ترمذی در کتاب شمائلش با اسناد صحیح این را روایت کرده است. یعنی که این دلیل، این حدیث برای چی است؟ یعنی گریه کردن هم از ترس الله باشد عبادت است. چطوری که از رسول الله برای ما آورده است دلیل که رسول الله را در حالت گریه کردن دید، این از ترس الله گریه که میکرد. پس هر کسی که از ترس الله گریه میکند این حکمش عبادت است، ثواب میگیرد. خب بعد از این حدیث 451 و عن انس رضی الله عنه قال، از انس رضی الله عنه روایت است که گفت
قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، میگه گفت رسول الله صلی الله علیه وسلم لابی ابن کعب رضی الله عنه، ابی ابن کعب رضی الله عنه را گفت که ان الله عز وجل امرنی ان اقرا علیک لم یکن الذین کفروا. میگه که پیغمبر برای ابی ابن کعب گفت که ان الله عز وجل، هر اینه الله سبحانه و تعالی امرنی، یعنی مرا دستور دادگی است، امر کردگی است، فرمانم دادگی است، ان اقرا علیک، باید بخونم برای تو. برای کی؟ برای ابی ابن کعب. برای تو بخونم لم یکن الذین کفروا، همین سوره را بخونم. یعنی همین قدر تنها نه، همین سوره را همه شده که جدا قش آورده است، یعنی همین سوره را همه شده بخونم. قال، پس میگه گفت، کی گفت؟ ابی ابن کعب گفت که و سمانی، یعنی پیغمبر پرسید که الله وقتی که برای من فرمان داده باشد که این را بخونی، و سمانی، نامم رو برد، یعنی نامم رو ذکر کرد، یعنی نام ابی ابن کعب رو گفت. قال نعم، میگه پیغمبر صلی الله علیه و آله گفت که بله، یعنی الله گفت که برای ابی ابن کعب بخون، یعنی نام تا الله برد، نام تا الله ذکر کرد. فبکى ابی، پس میگه گریه کرد ابی ابن کعب. وقتی شنید این را میگه گریه کرد. حدیث متفق علیه است. و فی روایتین، در یک روایت دیگر آمدگی است که فجعل ابی یبکی، در یک حدیث دیگر میگه که پس شروع کرد ابی ابن کعب گریه کردن را. پس شروع کرد ابی ابن کعب گریه کردن را، یعنی ابی ابن کعب گریه کرد. خب این است حدیث 451. بعد از این حدیث 452 اینش بفکنم تا آخر بابا یا درس دیگر می شود. اینش انشاءالله درس آینده. بارک الله فیکم و جزاکم الله خیرا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.